سلام دوستانم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد مدارک مورد نیاز ویزای شنگن باهاتون صحبت کنم. اولین چیزی که برای گرفتن ویزاهای تضمینی در واقع نیاز هست یا کلا ویزاهای شنگن داشتن پرینت حساب هستش. یک پرینت حساب بین 3 تا 4 ماه با یه ماندهی 300 تا 400 تومان به ازای هر یک از اعضای خانواده. و دومین داستان مدارک شغلیه. در ورودهای VIP که در واقع الان به صورت هفتگی دوستان ورود میکنن، نیاز به بیمه های شغلی خیلی نیستش و شما میتونید با 3 تا فیش حقوقی به اضافه اون نامه شغلی که از یک جای معتبر دریافت میکنید در واقع بحث موارد شغلیتون رو اوکی بکنید. دقت بکنید که سفارت در خیلی از موارد تماس میگیره با جایی که شما شغلتون رو معرفی کردید و باید حتما پاسخگو باشن. این یک مورد خیلی مهمه و بقیه داستان همون مدارک شناساییتون مثل شناسنامه و کارت ملی هستش. من باز هم تاکید میکنم دوستان که اولین ویزای شنگنش رو دریافت میکنن، حتی اگر مدارک بسیار قوی دارن، حتما از طریق ورودهای VIP این کار رو انجام بدن تا یک ریجکتی رو در پروندهشون ایجاد نکنن. اولین ویزای شنگن یکی از مهمترین ویزاهایی هستش که شما در واقع دریافت میکنید با توجه به سختگیری‌های سفارت برای ایرانی ها. من خدمتتون هستم و امیدوارم که همیشه موفق باشید.